میایم برادرای عزیز به سر سوال هایی که در ما کردین. انشاءالله من این سوال ها را به شما میخوانم و جواب هاشم میگردانم. بعضی از خواهرها از ما سوال کردند که همین یک ماه مبارک امکان دارد که ما بعضی تبلیتکه ها هست که وای استعمال میکنیم در همین یک ماه مبارک، همون بیماری زنانه ده، یعنی حیض میگن، در همون بیماری ما مبتلا نمیشیم و همین یک ماه مبارک مقصد با پرگی روزه میگیریم. بله خواهرای عزیز، اینا صاحبای کتاب، دانشمندها اجازت میتین، به شرطی که اگر بر سلامتی شما زیان نیارد. اگر در سلامتی زیان نداشته باشد که شما ایره خودتان میدانین، این حالت در استفاده بردن از همون تبلیتکه ها برای منع همون، یعنی گوییم که نشدن همون بیماری زنانه انشاءالله هیچ باکی ندارد. بعضی ها سوال کردن که اگه اینجا سوال ها زیاد بودن، خواهرها برادرها سوال های تکراری هم هستن، از این لحاظ بعضی ها گفتن که اگر در این ماه مبارک ماها آبازی کنیم. آبازی فرق ندارد، خواه در داخل خانه باشد، خواه در حمام ها باشد، خواه در حوض ها باشد، خواه در دریاها باشد، همه جا برای آدم روزدار البته مقصد اجازت است. فقط احتیاط کنین که از راه های مقصد دهان، از راه های بینی مقصد یا از راه های گوش، یعنی آب به حلق شما داخل نشود. و الا اگر این احتیاط شما کرده تانین هیچ باکی ندارد آبازی کردن شما. دیگر نفرهای سوال کردن که در ماه رمضان ما مقصد بیماریم و اگر مقصد اوکال استفاده بریم اجازت هست یا نه. اصلا برادران عزیز و خواهرای مهربان، هر کسی بیماری دارد که به سبب روزه گرفتن اگر بیماریش اوج بگیرد، شریعت اسلام اجازت دادن که این آدم حقی روزه را خوردن دارد. وقتی که خدای مهربان اگر بیماری را از او گرفت، تنش که صحت شد، بعد همین روزه هایی را که در حالت بیماری خورده بود همین ها را قضا میگیرد. زین لحاظ شما مقصد در جان خودتان جبر نکنین. بسیار از نوعهای بیماری هایی که چی بیماری های قندن، چی بیماری های مقصد میدن، چی بیماری های روده هستند که اینها مقصد گرفتن برای اینها بسیار مشکلات ایجاد میکند. زین لحاظ برای شما شریعت این حقوق و این اجازت داده است، فقط شما ها مقصد این را رعایت کنید. ولی بعضی بیماری های هست که مقصد نه چندان در او مشکلات ایجاد میکنه، اینها اگر بگیرن اجازت است. و استفاده اوکال خواهر و برادر عزیز اجازت است. این اوکال خود در موشک باشد، خود در پوست باشد، خود در گوشت باشد، حتی در همین وین هم که باشد، فقط احتیاط از همون اوکال هایی که قوت دهندند. مثلا در ارگانیسم آدم وقتی قوت میبخشد، مثل همین گلوکوزواری، از همینش احتیاط کنین. دیگر هر اوکالی که شما مثال میگذرانین، خواه برای تبابت دنداناتان باشد، خواه برای مثال پس کردن تب باشد، یا برای مثال پایان بردن فشار خون باشد، هر اوکال هایی که باشد فقط قوت دهنده نباشند، هیچی باکی ندارد. اجازت است که شما از اینها مقصد استفاده برید. خب نفری گفتن که اگر من سهوا روزه رو میخورم، از یادش میبراید و خواه میخورد، خواه مینوشد، خواه حتی بازنش هم خوابگی میکند، بعدا میفهمد که وای روزه دار است. این حالت در روزه شما باقی است. شما دوام روزه هم روزه بدارید، یعنی روزه شما از این حالت شکستگی نیست، زیرا که اینها قصدا نشدن، همه اینها سهوا یا با فراموشی شدگی‌اند. یا در حالتی که برادرها سوال کردن که مقصد ما سحر خورک میکنیم و بعد سحر خورک خواب میکنیم، همین حالت ده یا در بین روز ما احتلامی میشیم که مردم ما میگن انا
شیطان مقصد فندش کرد گفتگی با این اصطلاح بیشتر مردم استفاده میکنن. وقتی خواستین این حالت هم که باشد برادرها و خواهرای عزیز، روزه شما باقی هست، شما رفته غسل جنابت تو نکنین، این بر روزه شما یگان زیانی ندارد. در ماه رمضان سوال کردن که اگر حجامت کنیم، حجامت به همه علک معروف و مشهور است، خب و همچنان خونسپاری هست که امروز در مثال جمهوری ما هم یا در کجایی که شما قرار داشته باشین، برادرها مثال 300 گرم و 400 گرم خون میسپارند تا که اون خون با برای یگان برادرای دیگر یا خواهرای دیگر یک یارده می شود. حجامت و خونسپاری بر روزه شما زیان ندارد. در رمضان پیامبر نازنین منم حجامه میکردن، برای من یگان باقی ندارد. دیگر سوال کردن، گفتن که اگر ما در حالت روزدار بودیم یکی به بیماری زنانه مبتلا شدیم، مقصد نصف روز روزدار بود، یکی از نصف روز او طرف مثال به همون بیماری زنانش مبتلا شد، آیا همین میتوند که روزه رو دوام دهد؟ نه، اینها نمیتونند. وقتی در حالت حیض یا در حالت نفاس اگر کسی روزه هم که گیرد روزش حساب نمیخورد. شما که صحت شدین، نمازها تا نزد الله مهربان بخشیده شده است. اگر 3 روز، کمترین بیماری زنانه 3 روز است، اکثرش 10 روز است. از 10 روز زیاد اگر یکی خون آمد او را در شریعت استحاضه میگن، دیگر در او حالت او عذری هست یا بیماری هست که در داخل شما است، شما در او صورت روزه داشته میتونید. ولی در این دوامی از 3 تا 10 روزه شما روزه نگیرین که هم گناهگار میشین، هم روزه هاتون حساب نمیخورد. ولی بعد صحت شدن شما این روزه ها را در غیر ماه رمضان قضا میدارین، ولی نمازهاتون از گردنتون ساقط است. سوال دیگری که آمدن، گفتن در چشم دارو چکاندن. در چشم دارو چکاندن برادرها و خواهرای عزیز روزه را نمیشکند. ایرا مقصد هم مانندی سرمه گفتن. اگر هر کسی که در این ماه مبارک سرمه میکند، ولی سرمه اصلا سنت پیامبرمون است، پیامبرمون هم در چشمش سرمه میکردن و خواهرای ما برادرای ما وقتی که سرمه میکنن، یعنی اون سرمه را که زنها در چشمشون میمونن که از ظاهر از بیرون هم نمایان است، این طریق برای مردها نیست. سرمه که مردها میکنن از داخلی مقصد همون پلکای چشم سرمه میکنن، اون برای همون حتی پلک چشم هم و مقصد دوایی هم هست. از این لحاظ یعنی هر کسی که دارو میچکاند میگد مثل همون است. حتی اگر همون سرمایی که ما در درون چشم میمالیمش، حتی دهن مونه اگر رنگش به دهن مونم که بیاید وای روزه ما را نمیشکند. همین چشمم به مثال همین است. گوشم برادرای از نظر علم آناتومیا امروز اثبات شدگی است که اگر همین پرده گوش کفیدگی نباشد، همون دارویی که در گوش میچکانند وای هم روزه را نمیشکند. لیکن پرده اگر شکافته باشد، شکاف شدگی باشد، همونجا دارو به حلق رفتن امکان دارد. لیکن همین جمع دیدن در کار، اگر به شرطی که همون دارو مقداری باشد که دیگر به معده را نرود، همونش هم برادرای عزیز روزه را نمیشکند. آیا گفتن بسیاری در همین رمضان مردم دلشوراک میشود، قی میگیم، یعنی وقتی دلش میشورد میگرداند. اگر همینجا از پیش خود گردانید، یعنی آنقدر پرتافت که دهنش پرشید یا از او در بیشتر پرتافت، از مثال خودش مجبور نکرده باشد روزش نمیشکند. لیکن خودش مجبور کرده و خوردگیش اگر پس بگرداند اینجا روزش میشکند. مقصد در یک روز روزه میگیرد، قضا مقصد بعد رمضان در یک روزش الکی میشکند. اینجا سوال شده است که فرضیت روزه را، یعنی کی بر مردم مسلمان همین روزه فرض گردید. فرضیت روزه از سال 2 هجرت بود. 2 سالی که پیامبرمون مدینه آمدن، یعنی بعد 17 یا 18 میگد، این روزه بر جمیع مسلمان ها فرض شد.
اولین روزه را که مسلمان ها گرفتند برادران عزیز و گرامی، این با 26 ماه فوریه 624 میلادی که روز یکشنبه موافق میاد به همین راست آمدگی بود.